یه شرط بندی قدیمی هستش که با 3 تا کارته و من مطمئنم همه شما دیدینش. من خودم چند صد دلار توی این بازی باختم. شاید دلار نباشه، تومن باشه، ولی خب مهم نیست. امروز قراره یه ورژنی رو بهتون یاد بدم که با 7 تا کارته و خیلی بردنش سخت‌تر از بازی 3 کارتیه و بریم ببینیم شما توی اولین حدس میتونین این بازی رو ببرین. بوم! بریم سراغ شرط بندی امروزمون. بذار ببینیم کسی میتونه برنده بشه یا نه. کلا 7 تا کارت میخوایم. 1 2 3 4 5 6 7. این 7 تا رو میذاریم اینجا. بقیه کارت اصلا مهم نیستن چون همه شرطمون روی این کارت هست. و اگه گفتین کدوم کارتی که براتون پول میاره، خیلی معلومه دیگه، 100% سه خشته. و من شروع میکنم یکم کارتا رو جابجا کردن که شما کم کم حواستون پرت بشه و نتونین سه خش رو پیدا کنین. اوکی، الان اگه بهتون میگم سه خش کجاست، میگین که رو به صورته و سومین کارت از پایین، درسته؟ من واسه اینکه نتونین حدس بزنین کارتا رو برعکس میکنم که یکم بازی پیچیده‌تر بشه و سعی میکنم یه کاتی هم انجام بدم که شما ندونین که جایگاه کارت کجاست. الان کارت یکی از این کارتای رو به پشته که من کارتای رو به پشت رو میذارم اینجا بمونه و بذار ببینیم کسی میتونه حدس بزنه. کلا 3 تا شانس دارین که من 2 تا فرصت طلایی به شما میدم و اونم از الان شروع میشه. حدس میزنیم که سه خشت ما کجاست. اگه حدستون اینه و پولتون رو روی این کارت گذاشتین، 100% بازی رو میپاسین. و اگه جز اونایی هستین که الان میگین که نه ایمانی کارت اینجاست، بازم این بازی رو میبازیم. من معمولا به افراد 2 تا فرصت میدم، ولی چون شما تماشای خوبی هستین یه فرصت دیگه هم برای پیدا کردن سه خش میدم. اگه گفتین کجاست اینجا، معلومه که اینجا نیستش چون سه خش از همون اول روی دست کارت بود و من همش داشتم چشمای شما رو گول میزدم. یو گایز، چطورین؟ من محمد ایمانی هستم و به روز 27م فکر کنم از چالش 30 روزه خیلی خوش اومدین. 30 روز پشت سرم براتون اجرای شعبده بازی آپلود کردم، کلی آموزش با هم دیگه دیدیم و امروز قراره یه شرط بندی ریزه میزه بهتون یاد بدم که واقعا خیلی خفنه. ولی قبل از اینکه یادش بگیریم حتما یه کامنت انگلیسی برام این پایین بذار، این ویدیو رو لایک کن که به آدمای بیشتری نشون داده بشه و بریم ببینیم که چجوری میشه همچین کاری انجام داد. قبلش شما بگم که اگه دوست دارین که این کارتای خفن بایسیکل رو تهیه بکنین، میتونین از طریق سایت سیرگر استور برین و یکی از اینا رو برای خودتون بکنین. اینا بهترین کارتی هستش که کلا برای شعبده بازی میتونین تهیه بکنین. همه شعبده بازا از سرتاسر دنیا دارن بایسیکل استفاده میکنن. درش اگه نداریش حتما سعی کن که یکی از اینا رو بگیری چون واقعا نظرت در مورد شعبده بازی عوض میشه. و بریم ببینیم که این بازی چجوریه. ببین واسه اینکه این بازی رو انجام بدی، اولش ما میایم 6 تا کارت مشکی توی اعداد مختلف میذاریم زیر دست کارت. مثلا عددی که من انتخاب کردم 4 پیک، 3 گیشنیز، 7 پیک، 9 گیشنیز، 6 پیک، 5 گیشنیز، همین اعدادیه که تقریبا شبیه همه و مثلا 2 تا 3 توی این دسته نیستش. و اون کارتی که قراره که تماشاچی باهاش پول ببره یه کارت مخصوصه چون این طرفش 3 خشته و این طرفش 2 پیکه. ما توی شعبده بازی به اینا میگیم دابل فیس. این کارتی که الان دست منه یه دابل فیس شرکتی هستش که از شرکت بایسیکله، ولی که شما از ندارین میتونین 2 تا کارت رو بردارین اینجوری پشت به پشت بزنین و همدیگه چسب بزنین و یه دابل فیسر باحال برای خودتون درست بکنین. پس 5 تا کارت میخوایم، یه دونه کارت 3 خشت که این طرفش 2 پیکه و اینو میذاریم اینجا و حواستون باشه که چون این طرفش 2 پیکه من هیچ 2 پیکی بین این کارتا ندارم که بعدن تماشاچی بفهمه که چرا 2 تا 2 پیک الان اینجا ظاهر شد. اما اون 3 خشتی که متعلق به خود این دست کارت هستش اینو از اول میذاریم بالای دسته بمونه و این ترتیب رو همینجوری میذاریمش توی پایین دست کارت و بازی رو وقتی که کارت داخل جعبه است شروع میکنیم. میگیم که بازی امروز در مورد یه آیتم شرط بندیه که به شرط بندی 7 کارت معروفه. کارت رو باز میکنیم و بعد از اینکه جعبه کارت رو از کارت جدا کردیم جعبه کارت رو میذاریم این طرف چون اینجا قراره که مثل یه استیج کوچولو برای ما عمل بکنه. و بعد از این میایم اون کارتایی که دقیقاً از زیر دست کارت چیده بودیم اینا رو دونه به دونه میذاریم روی میزمون.
الان اگه دقت کرده باشین سه خش 4مین کارته، هم از پایین هم از بالا، یعنی دقیقاً وسط هستش. و یه نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که واسه اینکه حرکت براتون آسان‌تر بشه کارتا رو از راست به چپ بچینین و کارتا رو از چپ به راست نچینین. 7 کارت این شکلی بچینین و سه خشی که قرار ظاهر بکنیم از همین اول بالای دسته است. من اینجا یه سری بر فیک یا کات فیک انجام میدم سه خشته همون بالا بمونه. مثلا این کارت اولی و آخری رو اینجوری برداریم و بقیه کارتا این شکلی بر بزنین روی این کارتا. این داستانمون باعث میشه که این کارت همیشه بالا بمونه. همینجوری کارتا رو بر بزنین و بگین که به این کارت احتیاجی نداریم و اینا رو بزنین روی جعبه کارت که بعداً قراره به این برسیم. حالا شما شروع میکنین به میکس کردن کارتا و میکس کردنتون خیلی میکس جادویی هستش. کارتی که سمت راست سه خشت هستش رو برمیدارین و اینو دقیقاً میذارین روی سه خشت ولی برعکسش میکنین. و بعدش این کارتی که دوباره سمت راست سه خشت هستش رو اینجوری برمیدارین، این رو هم برعکس میکنین. دقت کنین که باید کارتا این شکلی باشن و کارت دومی از بالا، یعنی این کارت رو برمیدارین اینو برعکس میکنین. این کارتون باعث میشه که کارت یک در میون اینجوری برعکس باشن. و توی سرعت که این کار رو انجام میدین یه همچین چیزیه. سمت راستی رو برمیدارین میذارین اینجا، سمت راستی رو برمیدارین برعکس میکنین، سمت چپی این ور رو برمیدارین و اینو برعکس میکنین و بعدش کارتا رو جمع و جور میکنین و کل پکت رو برمیگردونین. توی این قسمت بازی کارتا توی همچین وضعیتی هستن ولی این اصلا زیاد باحال نیستش. قراره که یکم ترتیب کارتا رو درست بکنیم. واسه اینکه ترتیب یکم هیجان انگیزتر بشه و تماشاچی نتونه کارت رو دنبال بکنه، شما با شستتون میایین و 3 تا کارت رو از اینجا برمی‌دارین و کات می‌کنین. حالا وقتی که تمرین بکنین دیگه برداشتن 3 تا کارت واقعا خیلی براتون آسون میشه. ولی اگه مبتدی هستین و هیچی از شوبر بازی بلد نیستین، میتونین یکم وقت خودتون رو بگیرین اینجوری 3 تا کارت رو دونه به دونه جدا بکنین و بعد از اینکه 3 تا کارت رو اینجوری جدا کردین این کارتا رو بفرستین پایین دسته. بعد از اینکه این کارو انجام دادین این کارتا توی همچین موقعیتی هستن، یعنی یکم شبیه هستش به اون پوزیشنی که ما چیده بودیم. اگه این کارت اینجا بود دقیقا شبیه اون چیزی میشد که ما اول سر چیده بودیم، ولی اینجوری نیستش. در نتیجه ما قراره یه تردستی انجام بدیم که تماشاچی فکر کنه همه چی اوکیه. بعد از اینکه اون کارت رو انجام دادیم ما میایم با استفاده از شستمون 2 تا کارت زیر دسته رو اینجوری جدا میکنیم و بعدش روشون یه دونه بریک میگیریم. یعنی با شستت اینجوری میای میگی 1 2 و بعد از این انگشت کوچولوت میاد این بالا و بعدش الان میتونی بازی رو شروع بکنی. الان که یه بریک داری بالای 2 تا کارت پایین دسته باید همه کارتا اینجوری برداری و بعدش با این انگشتت این کارت زیرش رو بکشی و اینو بندازی رو زمین. اوکی؟ انگار به تماشاچی نشون میدیم که ما داریم کارت بالای این کارت رو برمی‌داریم. ولی چون ما نمیتونیم اینجوری کارت رو اسپرت بکنیم و لو میره، به خاطر همین این شکلی برش می‌داریم. یه تعداد کارت برمی‌داریم و میگیم که این از اولین کارت و اینو می‌ذاریم اینجا. حالا که این کارت جدا شد دیگه خیلی آسونه، چون قراره که فقط اسپرت بکنیم و این کارت رو بذاریم اینجا. دوباره اسپرت میکنیم و این کارت رو میزنیم اینجا و این شکلی تماشاچی انگار میبینه که 3 تا کارت رو به پشتی که گذاشته بودیم یک در میون بودن الان هم یک در میون ظاهر شدن و بقیه کارت رو میکنیم. و چون ما دست کارت رو برگردوندیم اون کارتی که اصلا قراره برنده رو مشخص کنه اینجا هستش و هیچ کسی ندید که برعکس شد، چون تعداد کارت اینقدر زیاده اصلا اعداد رو تماشاچی به ذهنش نمیسپره. و اینجا شروع میکنیم به قاطی کردن این 3 تا کارته و تماشاچی 2 تا حدس میزنه که هر 2 تاش هم اشتباه از آب در میاد و وقتی که میخواد کارت سوم برداره که ببینه که این کارت پول داره ولی میبینه که اینجا هم هیچ پولی در کار نیستش و اینجا هستش که میتونین از توی بالای دست کارت 3 خشت رو بکنین به همین راحتی. خب اینم از این ویدیو، امیدوارم که لذت برده باشین. اگه دوست دارین آموزش خاصی توی چنل قرار بدیم حتما توی کامنت ها برام بنویسین. یه چند تا کامنت دیدم که دوست داشتن پن اسپینینگ یاد بگیرن، ما 2 قسمت آپلود کردیم. قسمت سوم هم میتونم براتون بذارم اگه دوست داشته باشین یا اگه به شوبر بازی علاقه‌مندین که اونو براتون بذارم. تا ویدیو بعدی، بمب بعدی. بای بای.